هللویا 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 زنان سپاس خداوند وایسه مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین رو که بازم فرصت رو فراهم کرد. تمام شما خوبان یک بار دیگه بازم نام قدوس خداوند عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را جلال بدیم. از سال 2024 رو من برای شما تبریک میگم و از خداوند عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین میطلبم که هر 24 ساعت این سال مبارک باشه برایتان. هر 24 ساعت این سال عشق، فیض و محبت و نیکویی خداوند عیسی مسیح شاه جلال در زندگی شما و در افکار شما و در قلب شما ساکن بشه تا شما عزیزان این زیبایی، عشق و محبت و نیکویی خداوند عیسی مسیح شاه جلال رو بچشید و در خداوند عیسی مسیح شاه جلال جان تازه بگیرید. زیرا خدای ما را دل است پر ز رحمت، از همین رو آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع کرده است. آفتاب تابان از عرش خدا در این سال 2024 میخواد که در زندگی شما بتابه. پس بیاید این سال را از آن تقدیم بکنید، نه تنها سال را تقدیم بکنید بلکه خودتان را تقدیم خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال بکنید. عشق و محبت را از او دریافت بکنید. جسم و جان و روحتان را، خانواده خودتان را، سرزمین خودتان را تقدیم او بکنید. روزها و فصلها و ماههای زندگیتان را تقدیم خداوند عیسی مسیح شاه جلال کنید که چون که او آغاز و انتهاست. خداوند عیسی مسیح شاه جلال اول و آخر هست. خداوند عیسی مسیح شاه جلال آغاز و انتهاست. خداوند عیسی مسیح شاه جلال الیف و یا هست. خداوند عیسی مسیح شاه جلال اون من هستم عظیم هست. وقتی که ما در او قرار میگیریم، در خداوند عیسی مسیح شاه جلال، ما خودمان را میابیم. پس بیاید امروز در این سال خودتون را بیابید و خداوند عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. و امروز میخوایم از آن در مورد این صحبت کنیم که عیسی مسیح کی هست؟ مسیحی ها به چی خدای ایمان داره؟ عیسی مسیحی ها که وقتی میگه ما پدر، پسر، روح القدس، منظورشون چیه؟ منظور از این حرف چیه؟ پدر، پسر، روح القدس. یا اینی که عیسی مسیحی که ما میبینیم روی زمین راه رفت. عیسی مسیح رو ما میبینیم که در انجیل آمده که میگه عیسی مسیح خوابیده بود در قویق. ما در انجیل میبینیم که خداوند عیسی مسیح از شاگردانش گفت غذایی چیزی دارید؟ بعد از رستاخیز گفت چیزی دارید من بخورم؟ 2 تا ماهی رو برش دادن. خداوند عیسی مسیح خورد. این عیسی که مثل انسان هست، کارهایی رو که انسان میکنه، این عیسی کارهای انسانی رو انجام میده ولی فراتر از انسان عمل میکنه. آیا این فراتر عمل کردن او از انسان او را خدا میسازه؟ آیا او خدا هست؟ یا اینی که مسیحی ها یک انسان رو گرفته او رو در مقام خدا پرستش میکنه؟ یا اینی که عزیزان این عیسی واقعا خدا هست، آمده در میان انسان ها ساکن شده تا انسان ها را بگه که من شما را دوست دارم. پس چیه؟ امروز میاد که در مورد همین صحبت کنیم که عیسی کی است. خداوند عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. برادر بسیار عزیزمون برادر فؤاد با ما هست که در این اولین برنامه سال 2024 ما را برکت ده از کلام خدا. خداوند عیسی مسیح شاه جلال هر 24 ساعت روزهای زندگی شما را مبارک بسازه با دستان پرقدرت، پرمهر و پرمحبت خودش که روی صلیب سوراخ شد. خداوند عیسی مسیح شاه جلال فیضش از این سوراخ‌های میخ در زندگی شما جاری بشه. خداوند عیسی مسیح شاه جلال شما را دوست داره. آمین. خیلی خوش آمدید. برنامه خوبی خودتون عیسی تنها راه نجات. ممنونم برادر داوید. منم شالوم میگم. شالوم پدر آسمانی، فیض عیسی مسیح ناصری، مشارکت، رفاقت، حضور و پری روح القدس با شما باشه، با کسایی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن و به اون چیزی که گفته میشه دارن گوش میدن. اون چیزی که امروز گفته میشه و در طول سال 2024 قرار گفته بشه چیزی از من و برادر داوید نیست بلکه از کلام خداوند هستش. به نام عیسی مسیح ناصری من هم به شما تبریک میگم. آغاز سال نو رو، آغاز سال نو میلادی رو 2024 سال هستش که نجات به دنیا آمده. عشق خدا جسم پوشیده. فیض پدر آسمانی به واسطه روح القدس جسم پوشیده و در بین ما ساکن شده. لوگوس، حکمت، معرفت و حکمت پدر آسمانی به قدرت روح القدس جسم پوشیده و روی زمین اومده. این کلام خدا که در مقام پسر خدا به دنیا آمد، پسر انسان شد تا من و تو، پسران و دختران انسان، بتونن با پوشیدن ردای آسمانی کلام جسم پوشیده خداوند فرزندان خداوند، خدای قادر مطلق خوانده بشن. امروز من و برادر داوید میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چرا ما تمام توکلمون رو و ایمانمون رو بر خدای قدوس اسرائیل قرار میدیم. خدایی که پدر هست، پسر هست و روح القدس هست. چرا این خدا رو که 3 شخصیت داره ما میگیم یکتا هستش؟
چرا ما میگیم؟ چون کتاب مقدس برای ما میگه. امروز میخوایم بگیم که خدای قدوس اسرائیل کی هستش که ما ایمانمون رو و اعتمادمون رو بر او قرار دادیم. کلام خداوند میگه که هر که ایمان خود را و توکل خود را بر او بنهد شرمسار نخواهد شد. برادر داوید در خدمتتون هستم. مرسی برادر، شکر برای جسم. برای چیزی که فرمودین یعنی در قلب شماست که در این سال خیلی هم خوب هست که برادر سال رو طور آغاز کنیم که عزیزان بدونن که ما این سال صاحب داره و صاحب این سال خدا خالق آسمان و زمین است که او پدر سرمدی هست و او صاحب این سال هست. پس خیلی هم خوب میشه که سال رو ما اینطوری شروع کنیم که با این برنامه که از آن این رو در بیابن که خدا مسیح شاه جلال خدا هست و زندگی ایشون رو و این سال را بذارن در دستان خدا مسیح شاه جلال با اعتماد به نفس، با اعتماد به نفس که خدا این سال رو در دستان خودش ده. پس برای بفرمایید بعد ما راهنمایی کنید که این عیسی انسان هست یا خدا. آمین. برادر داوید، تمام تلاش ما این بوده و تمام دعایی که کردیم به حضور خداوند این بوده که به ما حکمت بده تا اون چیزی که ارائه میشه در برنامه‌های عیسی تنها راه نجات، در برنامه تیوی ویژن فارسی، بخش فارسی تیوی ویژن سویدن، این باشه که این برنامه‌ها پربار و پربرکت باشه، نه تنها برای کسایی که قلبشون رو به عیسی مسیح ناصری دادن، بلکه به کسایی که هنوز ایمان نیاوردن به عیسی مسیح. تمام تلاش این بوده که از جاهای از کلام حرف زده بشه که بشارتی در دل خودش داشته باشه این پیغام. به طور خاص این برنامه هم دعا میکنیم پربار باشه برای کسایی که هم ایماندار هستن، شاید نو ایمان هستن، و هم برای کسایی که شاید هنوز براشون سوال هستش که چرا مسیحیان به عیسی مسیح میگن خداوند. خیلی ها میگن که به طور خاص از فرهنگی که ما اومدیم بیرون، از دینی که دین قبلی ما بوده و ما اومدیم بیرون، خیلی ها میگن که چرا شما دارید کفر میگید، چرا به عیسی مسیح میگید خداوند؟ پس اگر او خداونده، پس اون خدایی که بر تخت جلال در آسمان ها نشسته کیه؟ پس اگر او خداست، اون خدایی که در درون همه انسان ها ساکن میشه کی هستش؟ اینا سوالهایی هستش که ذهن یک شخص به طور خاص مسلمان رو درگیر میکنه. من و شما هم روزی مسلمان بودیم برادر داوید و این چالش ها رو داشتیم. دعا میکنیم که اون چیزی که امروز گفته میشه جوابی باشه به کسایی که تشنه حقیقت هستن، چون عیسی مسیح میگه که هر که از نیکویی خوشنود بشه نزد من میاد، ولی کسی که تاریکی رو دوست بداره نزد من نمیاد، چون کارهای تاریکی رو دوست میداره. ولی خداوند در مورد خودش میگه، در مورد عیسی مسیح حرف میزنم، کلام جسم پوشیده خداوند، که من نور حقیقی هستم، من نوری هستم که به این دنیا اومدم. یوحنای رسول در مورد عیسی مسیح شهادت میده، میگه که او کلام جسم پوشیده خدا هستش، او نوری هستش که در دل تاریکی دمید و تاریکی او را در نیافت. در آن نور حیات بودش و آن حیات در واقع حیات آدمیان شد و نور آدمیان شد. وقتی ما در مورد عیسی مسیح حرف میزنیم، ما در مورد کلام جسم پوشیده خدا حرف میزنیم. واژه‌ای که کتاب مقدس، مترجمین کتاب مقدس برای عیسی مسیح به کار بردن به طور خاص، واژه خداوند هستش. ما خوبه که برادر داوید همین ابتدای برنامه در مورد کلمه خدا و خداوند حرف بزنیم. ببینید، ما به زبان فارسی وقتی میگیم خدا، در واقع در مورد کسی حرف میزنیم که آفریدگار هستش، در مورد کسی حرف میزنیم که آسمانها و زمین رو آفریده. ولی کلمه خدا یک اسم خاص نیست، بلکه یک عنوان هستش که ما میگیم خدا یعنی آفریدگار. همونطوری که به زبان عربی، عرب زبانها به طور مثال میگن الله. کلمه الله یک اسم خاص نیست وقتی در مفهوم کلی به کار ببریم. یک سری از عزیزانی که ایزدی هستن یا فارسی زبان قدیم رو ما وقتی نگاه میکنیم کلمه یزدان رو به کار میبرن، ولی همه اینها در وهله اول اشاره به یک خالق داره. کلمه خداوند به عنوان صاحب و سرور ما هستش و به طور خاص در مورد خدای قدوس اسرائیل که خودش رو در کلام جسم پوشیدش عیسی مسیح آشکار کرد، ما با خدای ملاقات میکنیم که خودش رو به اسم معرفی میکنه، خودش رو به اسم معرفی میکنه به موسی. وقتی موسی ازش میپرسه که اسم تو چی هستش، خداوند میگه که من هستم آن که هستم، یهوه اسم من هستش و تا
ابد اسم من همین هستش. کلام این خدایی که اسمش من هستم هستش به واسطه روح قدوسش جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. چرا جسم پوشید؟ کتاب مقدس در این باره میگه که چون وارثان حیات از جسم و خون برخوردار بودند، او نیز جسم و خون به تن کرد، در بین ما ساکن شد تا اون چیزی که ما در جسم و خون تجربه میکنیم او تجربه بکنه و او در مقام کاهن اعظم بین انسان و خدا او باشه که کهانت بکنه، او باشه که واسطه‌ای باشه که تمام قربانی ها رو به حضور پدر تقدیم میکنه، او باشه که از طرف پدر بیاد و کفاره گناهان ما رو پرداخت بکنه. پس بین ما و بین پدر شفیعی هستش، کاهن اعظمی هستش که کلام جسم پوشیده خدا هستش که ما او رو خداوند یعنی صاحب و سرور خودمون میخونیم. چرا خداوند؟ چون او کلام خدا هستش. پس برادر این شما این جدایی اگر بگم شاید خوب نباشه، پس شما این فرق را که قائل شدین بین پدر، خدای پدر و پسر، این هست که شما میفرمایید که یعنی کلام پدر توسط روح القدس انسان شد، در میان ما مسکن گزید شد، کلام خدا شد انسان. این کلام اون پدر نیست. پس من این درست متوجه شدم. شما و هدفش رو هم که شما فرمودین گفتین چون که ما نیاز به نجات داشتیم، ما از جسم و خون بودیم، کلام پدر آسمانی، کلام خالق آسمان و زمین آمد در این جسم و خون سهم گرفت تا اینی که ما که جسم و خون داریم ما را به اون مقامی برسونه که ما نجات و ما را طوری نجات بده که ابدیت خدا را ما بتونیم در خود داشته باشیم. خدای ابدی آمد انسان شد، در میان ما مسکن گذاشت تا ما را در ابدیت خودش بیاره. سوال بسیار دقیقی پرسیدید و خیلی مهم دارید، به خاطر اینکه وقتی که ما به کلام عیسی مسیح گوش میدیم و اون چیزی که در مورد او شهادت داده شده و اون چیزی که از زبان عیسی مسیح بیرون اومده و در اناجیل برای ما نوشته شده، ما میبینیم که عیسی مسیح نمیگه که من پدر هستم، میگه من در او هستم و او در من. وقتی که ازش میخوان که پدر رو به اونها نشون بده، میگه که دیر زمانی است که با تو سخن میگویم، آیا مرا نشناختی؟ وقتی که کارهای عجیبی و عظیمی و خارق العاده عیسی مسیح انجام میده، میگه که آیا متوجه نشدید که این پدره که در من داره این کارها رو انجام میده؟ بعد یک جایی هم عیسی مسیح میگه که پدر از پسر بزرگتره چون پسر از پدر اومده. ولی ما میبینیم در انجیل یوحنا حداقل 7 جای انجیل یوحنا شهادت میده که در موقعیت‌های مختلف عیسی مسیح خودش رو من هستم معرفی میکنه، یعنی نام خدا بر او هستش چون او در خدا و خدا در او هستش، چون او کلام جسم پوشیده خداست. کلام خدا از خدا جدا نیست، گرچه از او جداست، ولی در اوست و خدا در اوست. پس در واقع ما در مورد خدایی حرف میزنیم که یکتاست ولی در خودش خداست، کلامشه و روحشه. کلامش جسم پوشید و انسان شد. چرا؟ چون خلقت آفریده شد تا تاج جلال بر سر آدمی نهاده بشه. ما از ابتدای کتاب مقدس میبینیم که آدم به عنوان پسر خدا معرفی میشه. آدم رو خدا از خاک زمین بسرشت تا پسر خدا بشه، تا پسر خدا خوانده بشه، ولی با گناه دور شد از پسر خدا بودن. کتاب مقدس شهادت میده در مورد 2 آدم. آدم اول که به دنیا اومد در واقع از خاک زمین خدا او رو بسرشت و با گناهش سقوط کرد و تمام ماهایی که از آدم و حوا اومدیم منتسب به او هستیم و به او وصل هستیم. و در مورد آدم دوم و آدم آخر حرف میزنه که میگه که از خاک نبود بلکه از خداوند جاری شد، کلام خدا بود که به قدرت روح القدس در خاک ساکن شد.
انسان اول از خاک، انسان دوم در خاک ساکن شد. در خاک ساکن شد برای اینکه ما دوباره نجات رو دریافت بکنیم و فرزندان خدای قادر مطلق خوانده بشیم. و بعدش عیسی مسیح میگه که من و پدر به واسطه روح القدس در کسایی که ایمان میارن ساکن میشیم، به واسطه روح خدا. در واقع ما اگر به خدا ایمان داریم که بر تخت جلال در آسمان ها نشسته، به خدا ایمان داریم که میاد در تمامی انسان هایی که ایمان میارن ساکن میشه، و به خدا ایمان داریم که در صورت انسان اومد تا با ما ملاقات داشته باشه، چاره‌ای نداریم جز این که بپذیریم که این خدا که خودش رو آشکار کرده برای ما 3 شخصیت داره، 3 شخص داره در درون خودش. خدا هستش و کلامش هستش و روح القدس هستش. پدر هستش و پسر هستش و روح القدس، ولی او خدای یکتا هستش. پس شما میفرمایید که خدا یک هست، کلمه یکتا را اینطوری توضیح میدین. چون برادر من خودم مثلا الان شما داشتی صحبت میکردین، آدم وقتی که فکر میکنه اتفاقا کلمه یک را که ما استفاده میکنیم، خیلی این کلمه یک را استفاده میکنه و توی ذهنشون این تصویر داره که یک یعنی یک. ولی وقتی که ما کلمه یک رو مثلا استفاده کلمه یک رو مثلا چیز میکنیم، میخوایم درک کنیم، ما مثلا میگیم یک خانواده. آیا در این یک خانواده یک شخص هست؟ نه نیست. یک شخص نیست. در یک خانواده یک شخص نیست. وقتی من میگم یک ملت، پس در یک ملت خب قطعا یک شخص نیست. یک شخص نیست. وقتی مثلا من میگم یک ماشین، آیا یک ماشین یک قطعه هست؟ 4 تا در داره، 4 تا لاستیک داره، 4 تا صندلی داره، 5 تا الان 2 تا شیشه مثلا راهنما داره و از این چیزا داره، برف پاک‌کن داره. پس این چیزای زیاد جمعش یک رو تشکیل میده. پس ما یعنی که شما میفرمایید که وقتی ما میگیم یک خانواده، در این خانواده کلمه یک رو ما به کار بردیم، اما در اینجا از یک شخص زیادتره، ولی این خانواده هست که اینها رو یک میسازه. این واژه خانواده اینها رو یک میسازه. پس شما میفرمایید که خدا یک هست، اما در این ذات یگانه خدا 3 تا شخص وجود داره: پدر، پسر، روح القدس. که شما گفتین مثلا پدر پسر خود که کلامش باشه او رو فرستاد، و روح القدس که روح قدوس پدر و پسر هست آمد جسم عیسی کلام پدر را در رحم مریم باکره آفرید تا که کلام پدر در میان ما انسان ها ساکن بشه. درسته؟ و بعد شما چیز دیگه را فرمودین، گفتین که عیسی مسیح نمیگه که در انجیل نمیگه که من پدر هستم، بلکه میگه پدر در من و من در پدر هستم. و این رو برادر میخوام یک کم بیشتر توضیح بدین که از اون متوجه بشه که من در پدر هستم، پدر در من هست. یعنی چون خداوند مسیح از همون واژه دوباره استفاده میکنه، میگه شما در من بمانید من در شما میمانم. این یه خورده توضیح. برادر داوید مثال های بسیار زیبایی رو آوردید از خانواده. چون عیسی مسیح جایی که میگه که من در پدر هستم و پدر در من، و بعدش میگه که من در شما میمانم و شما نیز در من بمانید، اینجا مفهوم خانواده الهی به مفهوم یک بودن خانواده الهی هم برای ما آشکار میشه. یعنی سر و کار ما نه تنها با خدایی هستش که یکتاست و در درون خودش تثلیثه، بلکه کتاب مقدس داره برای ما توضیح میده که این خدای یکتا ما رو دعوت کرده که با او یک بشیم، که ما در او ساکن بشیم و او در ما. کتاب کولوسیان، رساله کولوسیان، نویسنده رساله کولوسیان به زیبایی اینجوری میگه که زیرا خواست خدا این بود که الوهیت در تمامیتش، در کمالش در عیسی ساکن بشه. عیسی مسیح در مورد این ساکن شدن الوهیت در عیسی اینجوری حرف میزنه که کل در جزء ساکن شد تا جزء در کل بتونه ساکن بشه. یعنی داره در مورد خدای حرف میزنه که کل و همه چیز رو آفریده و همه چیز از او جاری شده و همه خلقت رو به واسطه کلامش و قدرت روحش آفریده و حالا جسم پوشیده عیسی مسیح تا جزء خلقتش که جدا شدند به واسطه گناه از او
دوباره کفاره گناهانشون پرداخت بشه و برگردن به اون یگانگی خداوند. یعنی خدای یکتای قدوس که قدوس اسرائیل و پدر و پسر و روح القدس و خداست و کلام خداست و روح خدا هستش، ما رو دعوت کرده به این که ما هم در او ساکن باشیم تا او هم در ما به واسطه روحش ساکن باشه. پس شما برادر میفرمایید یعنی عیسی مسیح که ما دیدیم که انسان بود، مثل انسان دو تا چشم داشت، دو تا دست داشت، مثل انسان و مثل انسان مثلا کارهای انسانی میکرد و در عین کارهای انسانی میکرد ما میبینیم که گناه میبخشه. ما میبینیم که مثلا اون شخص رومی وقتی که میاد، اون شخص رومی فکر کنم 3 روز فاصله داره از جایی که آمده که پسرش مریضه. خداوند عیسی مسیح او رو میگیره توی راه، میگه برو پسر زنده خواهد ماند. پس ما میبینیم که این خداوند عیسی مسیح کارهایی را که میکنه اینجا فراتر از کارهای انسانی هست، یعنی فاصله، خدای فاصله ها هم هست. مثلا پدر اینجا در حضور خداوند عیسی مسیح استاد شده، پدر این پسر رومی، همین سردار رومی و پسرش در خانه 2 روز 3 روز فاصله مثلا چیز داره، جغرافیایی داره. خداوند عیسی مسیح از همینجا که میگه برو پسر زنده مانه و پسرش همون ساعت همونجا تب او رو رها مونه و شخص دیگر که در حضور خداوند عیسی مسیح زانو میذاره، میگه دیو را اخراج کن از دخترش و خداوند عیسی مسیح در اینجا استاد شده، دیو را اون در شهر دیگه دستور میده، میگه برو بیرون. پس ما میبینیم که خداوند عیسی مسیح انسان است و این کارهایی را میکنه که فاصله براش مهم نیست. یعنی محدود به مکان نیست برادر، فراتر از مکانه. و این رو شما فرمودید که عیسی مسیح که انسان بود، شما فرمودید که الوهیت با تمام و کمالش در عیسی مسیح که انسان، کلام خدا که انسان شده بود، الوهیت با تمام و کمالش ساکن بود. یعنی شما میفرمایید برادر وقتی که عیسی مسیح داشت قدم میزد، دیو اخراج میکرد، چشم آفرید، روی آب دریا راه رفت و مرگ شکست، مرده 4 روزه را از قبر فراخواند. یعنی شما میگید این عیسی مسیح وقتی در تمام و کمال الوهیت درش ساکن بود، یعنی چیزی کمتر از پدر که در تخت جلال نشسته بود نداشت. دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه کلام پدر جسم پوشید. حالا سوالی که از این چیزی که شما فرمودید، سوالی که ایجاد میشه اینه که چرا خدا انسان شد؟ وقتی که ما در مورد انسان شدن خدا حرف میزنیم، نه اینکه بخوایم کفر بکنیم، بلکه بایستی درک بکنیم که یعنی چی خدا انسان شد. خدا انسان شد نه به این مفهوم که پدر از تختش بلند شد، تغییر شکل داد، اومد روی زمین و انسان شد. حاشا، پدر هرگز این کارو نکرد. کلام پدر همه خلقت رو آفریده به واسطه روح القدس و کلام همین پدر به واسطه روح القدس جسم پوشیده و ساکن شده در انسان، در اون جسمی که جسم عیسی مسیح هستش. ولی یه چیز الان شما در مورد هویت عیسی ناصری قبل از خلقت دارید صحبت میکنید. قبل از خلقت انجیل یوحنا به ما میگه در آغاز، در ابتدا کلام بود. حتی نمیگه که کلام آفریده شد، میگه در ابتدا کلام بود، کلام با خدا بود، کلام خدا بود. ببینید این یک آیه رازهای 1000 راز برای ما باز میکنه برادر داوید، که یوحنا رسول این رو درک کرده که عیسی کیه. عیسی کلام خداست. کلام خدا از خدا جدا نیست. کلام خدا حکمت خداست. کلام خدا معرفت خداست. کلام خدا قدرت خداست. کلام خدا همه هستی رو آفریده. برادر داوید، انسان شدن کلام خدا برای یکی از بزرگترین رسولان عیسی مسیح بزرگترین چالش بود. برای پاولس فریسی، بسیار برای پاولس این مسئله سنگین و حتی کفر از نگاهش میپنداشت این قضیه رو. وقتی که شاگردان عیسی میگفتن عیسی خداونده، این براش انقدر سنگین بود که حتی در سنگسار کردن استیفان، وقتی که استیفان داشت بشارت میداد، در سنگسار کردنش مردم رو ترغیب کرد که حتی استیفان رو سنگسار بکنن. پس پاولس بسیار مشکل داشت با این که چرا شاگردان عیسی میگن این عیسی خداوند هستش، تا اینکه اون ملاقات بین پاولس و عیسی مسیح
رخ میده و وقتی که عیسی جلال یافته رو میبینه میفته و اون نور عظیم رو میبینه، جمله‌ای که از زبان پاولوس بیرون میاد خیلی جالبه. میگه که خداوندا تو کیستی؟ خداوندا تو کیستی؟ سرورم تو کی هستی؟ یعنی او رو سرور معرفی میکنه، کسی که قدرتش جلالش بیشتر از تمام آدمیان هستش. و عیسی مسیح میگه که من همان عیسی ناصری هستم که تو به دو آزار میرسانی. و جالب اینجاست که پاولوس اینجا داره کلیسا رو اذیت میکنه ولی عیسی مسیح میگه تو به من آزار میرسانی. یعنی اینجا ایمانداران به عنوان بدن عیسی مسیح وارد الوهیت خدا شدن، یعنی بخشی از این تثلیث قرار گرفتن، چون پسر در پدر، پدر در پسر به واسطه روح القدس. حالا پاولوس داره کلیسا رو اذیت میکنه، عیسی مسیح میگه تو داری من رو اذیت میکنی، چون فرزندان پدر که پدر به من بخشیده و من برادر ارشد هستم براشون، فرزندان پدر که عروس من هستن، فرزندان پدر که اعضای بدن من هستن، از من جدا نیستن. پس ما به واسطه خون عیسی مسیح، خون کلام جسم پوشیده خدا، بره کامل و بی‌نقص خدا، ما وارد یک خانواده الهی میشیم و ما هم در یگانگی او شریک میشیم. شاید کسی بگه که این هم کفره که شما میگید. همونطوری که عیسی مسیح جسم پوشید و مردم مشکل داشتن با اینکه او پسر خدا خوانده بشه، امروز ما هم به واسطه ایمان پسران و دختران خدا خوانده میشیم و به همون اندازه که ایراد میگرفتن از عیسی مسیح، امروز مردمان از اون چیزی که ما بهش ایمان داریم ایراد میگیرن. ولی انجیل یوحنا اینجوری میگه که به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولدی بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. برادر داوید، آخرین مثال هایی که میخوام براتون بزنم در مورد این قضیه اینه که شما مثال های زیبایی در مورد خانواده زدید. حتی یک قطره آب، ما وقتی که از یک قطره آب حرف میزنیم، یک قطره آب H2O هستش، یعنی دو هیدروژن و یک اکسیژن، یعنی در درون خودش یک قطره آب اون اجزای تشکیل دهندش 3 عنصره، 2 عنصر هیدروژن و یک عنصر اکسیژن هستش. حتی یک قطره آب و تمام این قطره ها کنار هم میشه یک دریا، گرچه میلیارد قطره هستش. برای همینه در زبان عبری ما وقتی که از آب حرف میزنیم میگیم مایم از دریاها. یک کلمه در واقع اسم جمع هستش ولی در واقع یک هستش. در مورد آسمان ها هم همینه. آسمان ها از شرق تا غرب یک آسمان هستش و به زبان عبری خوانده میشه شمایم. و در مورد نام خدا، کلمه‌ای که عبرانی زبان‌ها برای نام خدا استفاده می‌کردن تا زمانی که موسی نام خدا رو پرسید، کلمه الوهیم هستش. خود کلمه الوهیم در مورد یک خدای یکتا حرف میزنه، ولی الوهیم در واقع اسم جمع هستش، یعنی یک اسمی که یکتاست ولی در درون خودش کثرت داره. او یکتا هستش ولی در درون خودش کثرت داره. آمین. مرسی برادر که ما رو روشن ساختید از کلام خدا. پس ما الان برادر، اینو من الان دوباره من تکرار میکنم برای درک خودم، میگه با تکرار کردن من یاد میگیرم. پس شما اینجا فرمودین که پدر آسمانی کلام خودش را فرستاد. الان آیه هایی را که هم صحبت کردین در مورد هویت خداوند ما عیسی مسیح قبل از خلقت که با پدر بود و این نقشه خانواده که این تصویر بسیار زیباست، چون خانواده نقشه خدا هست. خانواده قرار اون اتحاد پدر و پسر رو امروز ما باید در خودمون داشته باشیم.
و این پدر رو ما شناختیم برادر که پدر کلام خودش عیسی مسیح رو فرستاد، کلامش رو فرستاد که انسان شد، به او رو ما به عنوان عیسی ناصری میشناسیم. برادر اینجا چیز دیگری که به وجود میاد. خب پس ما پدر و پسر رو شناختیم، خالق آسمان و زمین. روح القدس کیه؟ برادر روح القدس روح پاک خدا هستش. روح القدس از ابتدای خلقت ما میبینیم که وقتی که بر آبهایی که در تاریکی مطلق در هرج و مرج و بی‌نظمی بودن، روح خدا بر اونها خرامان بوده. یعنی در ابتدا داره برای ما، در ابتدای خلقت داره میگه که هیچ هرج و مرجی، هیچ بی‌نظمی نمیتونه بر روح خدا غلبه بکنه، بلکه حتی در اون هرج و مرج روح خدا بر آبها خرامان بودش. میگه که خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. ولی قبل از اینکه بگه خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد، میگه که روح خدا بر عمق تاریکی، بر روی آبها خرامان بودش. پس ما میبینیم که روح خدا منتظره که خدا حرف بزنه و خدا حرف میزنه و کلام پدر جاری میشه و روح خدا در واقع اون چیزی رو که کلام اومده از دهان پدر صادر شده انجام میده. یعنی روح خدا در واقع انگشت خدا هستش. عیسی مسیح یه جا وقتی که دیو پلید اخراج میکنه میگه که بدانید ملکوت بر شما وارد شده. یک جای دیگه نویسنده انجیل میگه که من به انگشت خدا این کار رو کردم، به قدرت خدا این کار رو کردم. در واقع روح خدا قدرت خدا هستش، کلام خدا حکمت خدا هستش. خداوند خلقت رو با حکمت و با قدرتش آفریده و قدرت و حکمت خداوند کلام و روح او هستش. کتاب مقدس به ما میگه که کلام خدا به واسطه روح خدا در واقع جسم پوشید و در رحم مریم ساکن شد. یعنی روح خدا کاری که میکنه اینه که غیر ممکن ها رو به ممکن تبدیل میکنه به واسطه اون چیزی که پدر میگه و اون چیزی که پدر میگه کلام پدر هستش. پس در واقع ما میبینیم که چطور خدای تثلیث جدا از هم کار رو انجام نمیدن و روح خدا از پدر میاد و نشان دهنده قدوسیت، کمال، الوهیت و تمامیت پدر هستش، تا جایی که عیسی مسیح میگه که هر گناهی بخشیده میشه جز کفرگویی به روح القدس. چون وقتی روح القدس در ما ساکن میشه در واقع روح خداوند هستش در الوهیت و در کمالش در ما ساکن میشه. در واقع عیسی مسیح میگه که وقتی که شما به من رو حتی رد بکنید ولی بعداً توبه بکنید این گناه شما بخشیده میشه، ولی کسی که به روح مبارک خداوند بی حرمتی بکنه این گناه بخشیده نمیشه، چون روح خدا معرف حضور خداوند در تمامیت و در الوهیتش هستش. آمین. بله. پس برادر اینو پس ما پدر را فهمیدیم، پسر را فهمیدیم و الان روح را شما صحبت کردین که روح خدا انگشت خداست و روح خدا فرمودین که قدرت خدای سرمدی هست. پس اینجا مثلا شاید برادر خیلی ها بگه که خب پس اگر روح خدا قدرت خدا هست چطوری در کلام خدا هست که ما اینطوری بگم سوالم رو برادر، آیا این روح خدا شخصیت هم داره برادر؟ بله برادر، ما جاهای زیادی در کتاب مقدس ما میخونیم که روح القدس در واقع عطایا میبخشه و میگه که او تصمیم میگیره که به هر کسی چی ببخشه، چون روح خدا جدا از خدا کار نمیکنه. و یه جای عیسی مسیح میگه که روح خدا میاد آن مدافع در درون شما ساکن شده و از شما دفاع خواهد کرد. بعد یه جای دیگه میگه که روح خدا کلام من را به یاد شما خواهد آورد. روح خدا، حضور خدا در ما هستش
و روح خدا خارج از اراده پدر و پسر کاری نمیکنه. همونطوری که عیسی مسیح میگه که خارج از اراده پدر و بدون روح خدا کاری انجام نمیدم من. عیسی مسیح به روح خدا متولد شد. زمانی که 30 سالش میشه روح خدا دوباره میاد برش قرار میگیره و مسحش میکنه و تمام کارها و خدمتی رو هم که انجام میده بدون روح خدا انجام نمیده، چون کلام خدا و روح خدا در هم تنیده هستند. حکمت خدا و قدرت خدا با هم اراده پدر رو انجام میده. آمین. پس برادر ما، چون من این سوال شخص پرسیدم، چون خیلی از یعنی مثلا شاهدان، الان بگم شاهدان یهوه است، میگه روح خدا یک نیرو هست، ولی شما فرمودید که روح خدا تشخیص میده و عطایا میبخشه. روح خدا صحبت میکنه، حرف میزنه. ما تو اعمال رسولان رو میخوانیم، بعد پولس و بارناباس رو به کلیسا، روح القدس به کلیسا مستقیما دستور میده، میگه این دوتا رو برای من انتخاب کنید برای کاری که براشون دارم. یا مثلا حنانیا و سفیرا وقتی که به دروغ میگن، اونجا پتروس میگه شما به روح القدس دروغ گفتید. پس اگه نیرو باشه، که نیرو که شخصیت نداره، ما به نیرو نمیتونیم دروغ بگیم. هم مثال زیبایی که شما فرمودید، گفتید خداوند مسیح خودش گفت شما اگر روح القدس را کفر بگید بهش یا روح القدس را آزرده خاطر بسازین، دلش را بشکنید، شما بخشیده نمیشید. پس ما تا جایی که بعد ما مطمئن هستیم ما به نیرو نمیتونیم دروغ بگیم، ما نمیتونیم دل نیرو رو بشکنیم. درسته؟ بله. پس روح القدس هم شخصیت داره. پس روح القدس، پدر، پسر، روح القدس شخصیت داره، اینا در ابدیت بوده. پس برادر یک چیزی دیگه که من میخواستم بازم در موردش صحبت کنم، شما پیدایش آیه 1 رو آوردین. آیا این آیه 1، چون پیدایش رو گفتیم که روح خدا سطح آبها رو فرا گرفته بود، خرامان بود، آیا این هم این رو میرسانه که روح خدا قبل از آغاز خلقته؟ ببینید، وقتی که ما در مورد خدای ابدی و ازلی حرف میزنیم، در مورد خدای حرف میزنیم که از ازل تا ابدالآباد او بوده و کلامش بوده و روحش بوده. هیچ وقت به وجود نیامده. هرگز روح خدا از خدا جدا نبوده، هرگز کلام خدا از خدا جدا نبوده. تا بوده این قدوس اسرائیل خدا بوده و روحش بوده و کلامش بوده، تا جایی که حتی کتاب مقدس در مورد خداوند پیش از اینکه عیسی مسیح جسم بپوشه در مورد خداوند اینجوری حرف میزنه. خود عیسی مسیح میگه خدا روح است و هر که او را میپرستد به روح و راستی بایستی او را بپرستد. پس در واقع در مورد خدا عیسی مسیح یه بار میگه که خدا روح است، بعد یک جای دیگه در مورد خداوند با خداوند حرف میزنه و میگه دارم با پدر حرف میزنم. و این رابطه حتی بین پدر و پسر هم به واسطه روح خدا میسره. یک جای دیگه نویسنده مزمور میگه که از حضور تو کجا بگریزم ای خداوند، به دورترین نقطه، حتی به عمق حاویه و دنیای مردگان هم برم، روح تو اونجا هستش، حضور تو اونجا هستش. در واقع و جایی که روح خداوند میاد حضور مطلق خداوند میاد. بهتر اینجوری بگم برادر داوید، وقتی که ما در مورد حضور خدا حرف میزنیم، پدری که بر تخت جلالش نشسته به واسطه روحش در یک مکان حضور پیدا میکنه، به واسطه روحش در درون ایمانداران ساکن میشه، به واسطه کلام جسم پوشیدش ملاقات‌های رو در رو داره، به واسطه کلام جسم پوشیدش عیسی مسیح گناهان ما رو بخشیده. پس در واقع پدر از کلامش و از روحش جدا نیست و کلام خدا و روح خدا از او جدا نیستن، در حالی که 3 شخصیت متمایز دارن کنار هم خدای یکتای اسرائیل است. برای اینی که مثلا عزیزان چیز بشه، من در تایی صحبت‌های شما یه آیه از ایوب باب 33 آیه 4 رو بخونم که روح القدس هم چیز بشه، چون ما صحبت کردیم شما خداوند مسیح مسیح چطور صحبت کرد و خداوند مسیح مسیح و رسولان. باب ایوب باب 33 از آیه 4 میخونه، میگه که روح خدا مرا آفریده است و نفس قادر مطلق مرا حیات میبخشد. پس این روح القدس
روح هست که ما را آفریده، خالق، روح القدس خالق هست و این روح القدس هست که نفس حیات رو بر ما میده و ما رو قادر به این میسازه که ما حیات رو اینی به ما میده. پس برای ما برادر الان وقتی ما یعنی تمام شد، داره تمام میشه، 2 دقیقه مونده، در حد 1 دقیقه برادر این سال 2024 عزیزان رو بگید با این خدای تثلیث که یک هست، در حینی که یک هست 3 تا شخص هست، هر 3 تا شخص نقش متفاوت در نجات انسان داره، چطوری این خدا رو بهش اعتماد کنم؟ برادر میخوام اینو بگم که آیه که خوندید خیلی ها میگن که خب روح خدا در همه ما هست چون نفس حیات خداوند در درون ما دمیده شده. نفس حیات خدا که از روح خدا اومده فقط به ما حیات بخشیده که ما در حیات باشیم. ولی روح القدس وقتی که میاد در ما ساکن میشه، اسمش روی خودش روح القدس، نمیگه نفس حیات القدس، میگه روح القدس. روح القدس کتاب مقدس به ما میگه که تا زمانی که شخص توبه نکنه به نام عیسی مسیح و خون عیسی مسیح کفاره گناهانش نشه و قلبش رو و فکرش رو پاک نکنه، روح القدس در ما ساکن نمیشه. چون وقتی که او در ما ساکن میشه، روح القدس دیگه فقط نفس حیات نیست بلکه معرف حضور خدا هستش، یعنی در واقع نماینده حضور خدا در قلب و در جسم یک ایماندار هستش. ما کوزه هایی هستیم که آب حیات قراره در ما ساکن بشه و اون آب حیات روح قدوس و مبارک خداوند هستش. به نام عیسی مسیح ناصری دعا میکنم که با ایمان به عیسی مسیح ناصری اجازه بدید که روح القدس در درونتون ساکن بشه، چون وقتی روح القدس در درونتون ساکن میشه صدای پدر رو میشنوید و کلام استاد، کلام جسم پوشیده پدر به یاد شما آورده خواهد شد توسط روح پاک خداوند، همون روحی که آرامش میبخشه، شالوم میبخشه، صلح و سلامتی و مدافع ما هستش. او هادی ماست و او راهنمای ما هستش. پس برادر داوید، روحی که هادی ماست شخصیت داره، روحی که عطایا میبخشه. آمین. مرسی برای شکر برای وجودتون. برای من الان روشن شد که ما به خدای ایمان داریم که تثلیث است، خدا یکتا هست، خدا یک است در ذاتش، در این ذات یگانه خدا 3 تا شخص، پدر، پسر، روح القدس و پدر، پسر، روح القدس نقش، هر کدوم نقش خودشون رو در نجات بشر و در خلقت داشته. خدا نمایسته مثل شاهد شما رو برکت بده. مرسی بعد سال جدید برای شما هم میگم خدا نمایسته مثل شاهد به شما برکت بده. خدا نمایسته مثل شاهد خالق آسمان و زمین شما رو دوست داره. این خدای تثلیث، این پدر آسمانی، این پسر پدر آسمانی خدا نمایسته مثل شاه جلال و این روح قدوس خدا، روح القدس شما رو دوست داره، میخواهد که از شما دفاع بکنه، مدافع شما باشه. ولی شما باید توبه کنید از گناهانتون، ایمان بیارید به خدا نمایسته مثل شاه جلال تا خدا نمایسته مثل شاه جلال شما رو با خونش بشوره. اون وقت روح قدوس خدا میاد در شما ساکن میشه و شما میشید معبد خدا. وقتی که معبد خدا شدید، خدا از معبدش عزیزان مواظبت میکنه، از معبدش دفاع میکنه. خدا نمایسته مسیح شاه جلال شما رو دوست داره. ایمان بیارید به خدا نمایسته مسیح شاه جلال، از گناهانتون توبه کنید، در بهشت میبینمتون. آمین. هللویا.